به نام یزدان یکتا با دومین قسمت از اسرار روانشناسی موفقیت در معاملات بازار بورس با من مهبد بیضایی همراه باشید. در دومین قسمت از نکات این اسرار موفقیت به این آیتم میرسیم که باید یاد بگیریم که ضرر کردن رو دوست داشته باشیم. این نکته‌ایه که شما همیشه از معامله‌گرهای حرفه‌ای میشنوید. اگر میخواین که یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید، مجبورید که یاد بگیرید که ضرر کردن رو دوست داشته باشید. اساساً چیزی که مهمه اینه که از ضرر کردن در یک معامله نباید ناراحت بشید. دوستانی که در کلاس‌های من حضور دارن میدونن در کارگاه‌های عملی من اصرار بر ضرر کردن در طول این کارگاه‌ها دارم. اشتباه برداشت نکنید. شما از ضرر کردن در معامله خوشحال نمیشید، ولی از بیرون آمدن از بازار در هنگامی که معامله های اون بازار سودآور نیستند باید خوشحال باشید. بسیاری از افراد برای انجام این موضوع راه سختی رو انتخاب میکنن. اونها به معاملات زیانده خودشون پایان میدن قبل از اینکه دریابند علاقه به ضرر کردن چقدر مهمه. به جز چشم پوشی از این حقیقت که معامله زیانده داشته اند، معامله‌گران موفق نیز با احتمال اشتباه کردن مواجهند. بنابراین وقتی که زمان ضرر کردن فرا میرسه بدون تأمل اون رو بپذیرید، یا اصطلاحی که ما بورس بازها داریم زیان رو شناسایی کنید. عزیزان، معاملات زیانده شما از تخصص شما، از سرمایه شما چیزی کم نمی‌کنه. شما معاملات زیانده خودتون نیستید، همچنین شما معامله گرهای معاملات سودده هم نیستید. این مسائل عزیزان به سادگی باعث میشه که شما در یک کسب و کاری ماندگار بشید یا نه. من برای این عقیدم که علت این که بسیاری از افراد تو خارج شدن از معاملات زیانده با مشکل مواجه هستن اینه که اونها فکر میکنن معامله زیانده بازتابی از خود اونهاست. یعنی اگر شخص معاملاتش زیانده هست یعنی خودش هم فردی زیانده میباشد، یا اگر معاملاتش سودساز هستند شخصی سودساز یا با یه لول بالاست. هیچ چیز دوست من فراتر از حقیقت نیست. معامله های زیانده از شما چیزی کم نمیکنه. شما معاملات زیانده خود نیستید. شما باعث زیانسازی نیستید. معامله زیانده بخشی از بازی است. من بعد از سالیان سال هنوز نتونستم ادعا کنم که 100% معاملات من با سود بسته میشه. موفق ترین معامله‌گران تو جهان هم گاهن هر روزه معاملات زیانده دارن. در اصطلاح بازار جهانی میگن استاپ لاس، یعنی میگن استاپ من خورد، اسل من خورد. یعنی در یک جایی زیان شناسایی کردم و گفتم آقا دیگه من بسه، این زیان برای من تا همین مقدار بس است. ولی اونا با این تفکر که معامله زیانده بخشی از خود اونهاست درگیر نمیشن. اونا درک میکنن که این مسئله قسمتی از ماهیت بازار هست. یعنی چی؟ یعنی کنترلی در روی بازار ندارد. شاید شما تحلیل درست، ترید درست کرده باشی، ولی در اون لحظه معامله‌گران بازار مطابق میل و رفتار شما دوست نداشته باشن عمل بکنند. پس باید بپذیریم که بازار دوست داشته در اون لحظه حرکتی مخالف معاملات شما انجام بده.
و معامله‌گرای حرفه‌ای میان سریع زیان رو شناسایی میکنن و برای خودشون فرصت یک معامله سودآور دیگر رو به دست میارن. یکی از دوستای من به مدت 15 سال در بازار جهانی فعالیت میکرد و همیشه دفتری داشت که من هیچ وقت یادم نمیره، پر از نکات زیانهاش بود و هیچ وقت سودهاش رو توش ننوشته بود، بلکه زیانهاش رو نوشته بود. ازش سوال کردم برای چی این کارو میکنی؟ گفت برای که یاد بگیرم با زیانهام رفیق بشم، دوست بشم. گفت من در طول روز صدها دلار به دست میارم و صدها دلار هم ممکنه از دست بدم، همونطور که من وقتی یک کسب و کار فیزیکی میزنم باید اجاره آب، برق، گاز و تلفن و هزینه نیروی انسانی و تشریفات اون رو بدم. شناسایی زیان در این بازار دقیقاً مثل اون میمونه. چیزی که دوست من شما به فراگیری اون نیاز داری اینه که چرا مواجهه با احتمال معاملات زیانده تا این اندازه باید مهم باشه. اگر این کار رو نکنی دچار ترس میشی و با موقعیتی از اون دوری میکنی، یعنی بازار رو میذاری کنار. هنگامی که توانایی درک این مسئله رو داشته باشی، در اون هنگام میتونی با شناسایی زیان از بین رفتن سرمایه اصلی جلوگیری بکنی و با شکار یک فرصت مناسب سودساز اون زیان رو در مرحله بعدی جبران کنی. مارک داگلاس نویسنده کتاب معامله‌گر منضبط میگه معاملات زیانده خود را بلافاصله پس از این که متوجه وجود آنها شدید پایان دهید. یعنی هنگامی که زیانها قابل پیش بینی بود و بتونیم اونها رو شناسایی کنیم، باید بدون هیچ تأملی به اونها خاتمه بدیم. احتیاجی به فکر کردن یا سنجیدن یا قضاوت کردن خودمون با دیگران نیست. دوست من قرار نیست استیتمنت معاملاتیت رو جایی شو کنی یا نمایش بدی و از اون خجالت بکشی، حتی از زیان کردنش. من وقتی جلو شاگردای خودم معامله باز میکنم، گاهن خیلی از معاملاتم با زیان بسته میشه یا اسئلش خورده میشه و هیچ وقت احساس شرمساری نمی کنم. مهم اینه که من به استراتژی خودم پایبند باشم. همچنین در ادامه مارک داگلاس میگه به خاطر داشته باشید که ترس به واقع تنها چیزی است که ما را از فراگیری مسائل جدید باز می‌دارد. یعنی وقتی من زیانم رو شناسایی نمی‌کنم، شروع به وحشت می‌کنم، شروع به ترس می‌کنم، دچار اضطراب و نگرانی میشم و این باعث میشه که من از یادگیری یا دقت در مسائل پیرامون بازاری که دارم توش معامله می‌کنم دور بشم یا ناتوان بشم. با پیش بینی کردن ضررها و کوتاه کردن اونها شما قادر میشید که بهترین راههای ممکن رو برای رشد سودهاتون یاد بگیرید. اگر شما بتونید معنای این ضررها رو برای خودتون تغییر بدید و درک کنید که از یک معامله زیانده بلافاصله پس از تشخیص وجود اون باید خارج بشید، میتونید خودتون رو از اضطراب این معاملات فارغ کنید. به قول قدیمی‌ها ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. تا قسمت بعدی همه شما رو به خداوند منان می سپارم. روز و روزگارتون خوش و خرم.